شما زمانی قفل باز میشه که 786 مرتبه بگی بسم الله الرحمن الرحیم. قفل انگار میپره باز میشه. عددها اسرار دارن دیگه، اسرار دارن. بله این که شما مثلا 70 مرتبه بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه خیلی فرق میکنه آقا تا اینکه 60 مرتبه بگی. اینکه شما نماز صبح تو 2 رکعت بخونی یا 3 رکعت بخونی فرق میکنه. اینا سر داره، سر. عددها سر دارن، حروف اسرار دارن. و کسی اسرار قرآن رو متوجه میشه که اسرار حروف و اسرار عدد حروف رو بفهمه. و علمای بزرگ داشتیم که این مسائل رو بیان میکردن، واقعا جاشون خالیه. دیگه ما از اون علما دیگه نداریم، انگار مثلا تموم شده، نسلشون منقطع شده دیگه. از اون علما نیستن اونایی که به ما اسرار حروف رو بگن، به ما اسرار عددها رو بگن. نیست دیگه، تموم شد. آدم باید بگرده تو این کتاب‌ها، مثلا میری 1000 سال قبل میری چقدر تا یکی رد پای از این مباحث رو پیدا میکنه و بعد میبینه چقدر فهم قرآن قشنگتر میشه با این.